یکی دیگه از ویدیوهای چنل ژانر وحشت دنیای واقعی. خیلی خوش اومدید دوستان و بینندگان عزیز، هر جاش هستید امیدوارم که حالتون خوب باشه. ویدیوهای امروز یکی پس از دیگری ویدیوهای کوتاه ترسناک هستش. بنابراین بدون معطلی بریم سر وقت ویدیوهای امروز. خب ویدیو اول دوستان ببینید، اینجا یه دختر وسط لایو استریم بوده که با بینندگان با مخاطبینش داشت ارتباط برقرار می‌کرده که یهو این اتفاق میفته. خیلی عجیبه. ببینید خونم تنها هستش، وحشتش هم کاملا طبیعیه. بعدن هم میره دوستش رو میاره و اون لایو استریمی که داشته رو ضبط می‌کرده و می‌بینه که قشنگ اون عروسکه، اون اسب تکشاقی که پشتش بود، اون قشنگ خود به خود میفته. و این هم از جیغ‌هاش معلوم میشه کاملا طبیعی هستش این ویدیو. خیلی عجیبه. این ویدیو با دقت نگاه کنید. این جستجوگر این صحنه رو ضبط کرده. ببینید قشنگ یه سیاهی هستش، خودش متوجه نشده موقع ضبط کردن، ولی موقع حالا ادیت، موقعی که حالا ویدیو رو دیده با این صحنه مواجه شده. اینجا هم یه چند دسته جستجوگر هم که رفتن جستجو، متروکه هستش مکان، با این صحنه مواجه شدن. ببینید، نمیدونم دیدید یا نه، الان تو صحنه هاسته میارم. ببینید یه سایه مانند یه جن. دوستان اینجا هم ببینید قشنگ یه موجودی میاد داخل این آفیس، این دفتر. ببینید توته مانند، ببینید میاد قشنگ رد میشه و صاحبش میگفتش اینم بر وسایل من اینجا جابجا میشده، گم میشده و ظاهرا همچین کاری رو میکرد این موجود متافیزیکی، وسایل رو جابجا میکرده، قایم میکرده. دوستان اینجا هم یه شهر بازی تسخیر شده هستش که خیلی عجیبه. کامل ببینید این ویدیو رو، ببینید چه چی میشه تا تهش. ببینید ویدیوهای امروز واقعا خیلی بی‌نظیر و ترسناک هستن. ببین توپا واسه خودشون حرکت میکنن. ببین این حتی آدرس شهربازی هم زده. اگر میگین که جعلیه، برین یه سرچی هم خودتون بکنید ببینید که جعلیه واقعیه. اسم شهربازی هم زده. اینجا صندلی رو دیدید، پسره همونجا کارکنه که پسره هستش اونجا کار میکنه. یه لحظه اون صندلی رو دید، یه جورایی ترسید. حالا از اون برم دختره همین صندلی که کشیده شد، اینا قشنگ فهمیدن و الفرار. یا همینجا ببین میز قشنگ کشیده میشه با وسایل روش. خیلی عجیبه. یا اینجا این سطل آبی که هستش که تینقی رو حس میکنن، داشته حرکت میکنه و اینا رو فقط واکنش ها رو بکنید دوستان. فرار. خیلی عجیبه. اینجا هم یه نفر میاد پذیرش بلیط بگیره بره داخل، که یهو کل شیشه ها میریزه و اون شخصی که حالا تو پذیرش بود فرار میکنه. حالا اون مشتری هم چون نمیدونه چه جریان چه فرار نکرد. اینجا هم یه خونه تسخیر شده هستش. ببینید انگار به صورتش زد. قشنگ اون فرم صورت و موهاش یه لحظه تغییر کرد، یعنی ضربه باعث شد که همچین اتفاقی بیفته. یه ضربه خورد از طرف یه مرد.
اون دوتا هم گربه داره، اون چشما شاید بگیم دوتا هم گربه داره که الان هم گربهشو فکر میکنن. آره، گربهشو بر میداره و میره اتاق. یه جورایی ببینید تسخیر محیط هستش. این محیط ها، خونه، حالا شهر بازی، توسط اجنه و ارواح تسخیر شدن. اینجا هم دقیقا همونجا هستش، چون آینه نیستش اونی که دیوار، اونجا آشپزخونه هستش. حالا اینجا رو با دقت ببینید، الان میبینید که چه اتفاقی رخ میده. ببینید این صداهای از آشپزخونه میاد و در واقع الان گربهش هم ببینید، گربهش دقیقا اونجا رو، یعنی دقیقا اون آشپزخونه رو نگاه میکنه. شیر آب باز شد خود به خود. ببینید این هم صحنه آهستش، شیر آب خود به خود باز شد. این هم فکر کنم یه خونه دیگه هستش. آره، یه خانواده دیگه هستش، خونهشون قشنگ تسخیر شده. ببینید بر وسایل آشپزخونه میان این ور اون ور. حالا علاوه بر ظروف و بر وسایل آشپزخونه، کل ظروف و بر وسایل خانه هم کلا به هم میخورن، کارتون ها میریزن. ببین اینجا هم دست جمعی خانواده تو آشپزخونه هستن که یهو در باز میشه. با دقت نگاه کنید، اون کیسه که روی زمینه قشنگ کشیده میشه. شاید دیدین که با نخ یا طناب میکشن، ولی خب حالا وایسا، اینجا شد چی میشه. پرده رو ببین، هیچ چیز نیست. اینا فهمیدن که یه اتفاق عجیب و غریبی تو خونشون رخ میده، دوربین نصب کردن که این صحنه ها رو ضبط کنن. ببین پرده قشنگ اینور اونور میشه. یا اینجا ببین چی میشه، زن بیدار میشه، میره، حالا نصف شبیه دیگه، میره توالت یا آشپزخونه یه آبی بخوره. اینجا پتو یا هم ملافه کشیده شد. مرده هم فهمید و از ترس یه لحظه بیدار شد. ببینید کشو کابینت قشنگ باز میشه باز خودش. خودتون میبینید که اصلا محیط کاملا تحت سلطه اجنه و ارواح قرار گرفته، تسخیر شده. تلویزیون باز خودش روشن میشه، تلویزیون باز خودش بسته میشه. ببینید کتاب ها ریخته شدن. من یه لحظه اینو توضیح بدم. این یه سرباز هستش، نمیدونم که مال کدوم کشور، باید فکر کنم به شرق آسیا میخوره، به شرق آسیا میخوره. حالا این سربازه تسخیر شده که ببینید هم سرباز، یعنی دوستاش چه بلای سرشون میارن. حالا دوستاش چرا سعی میکنن که محافظت کنن ازش. حالا ببین چه اتفاقی میفته، خیلی جالبه این ویدیو.
آخرش هم میبندنش به تخت. دوستان این ویدیو هم از واقعیتش نمیدونم، حالا نوشته بود چه آدم فضاییه، حالا توی انبار دیده شده. ببینید یه لحظه یه موجودی سرک میکشه. این از یه کانال خارجی برداشتم که دیسکریپشن ویدیو نوشته بود این یه آدم فضایی هستش. اونا نمیگن مثلا ادسن و اینا، حالا اونا گست میگن به ادسن و موکل، ولی خب در کل در رابطه با این ویدیو نوشته بودن که آدم فضایی هستش. خب ویدیو بعدی ببینید تو جنگل ضبط شده. ببینید یا پاگنده هستش این موجود سیاهی که میبینید، ببینید یا پاگنده هستش یا اجنه. از این دو حالت هستن، خارج نیست. انسان هم نمیتونه باشه، اصلا شکل و شمایلش به انسان نمیخوره. دوستان ببینید با دقت نگاه کن متوجه میشین تعارفش نداریم آقا این اصلا نمیتونه انسان باشه، یا پاگنده هستش یا اجنه. دوستان اینجا رو ببینید، انگار یه توده سفیدی انسان مانند اونجا وایساده، یه چیزی شبیه به آدم که یه روح مانند یه توده سفیدی از داخلش رفت بالا. اینجا یه پارکینگ کارگاه یا کارخونه است، یه باربریه. هرچی دقت کنید دود سفیده برگشت و در کامیون رو باز کرد. میدونید چجوری این ویدیو کلا به دست اینترنت رسیده، اصلا تو اینترنت آپلود شده؟ مثلا طرفی اومده دیده که اصلا در کامیون بازه، اومدن دوربین چک کردن دیدن که این اتفاق عجیب رخ داده. یعنی چی؟ یعنی این ویدیو کاملا واقعی هستش، نمیتونه جعلی باشه. خیلی ویدیو واقعا عجیب و ترسناکی هستش. ویدیو بعد خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه واقعا. ببینید اینجا الان یه نفر، یه آدم داره رد میشه که موقع رد شدن ببینید کنارش چی رد میشه. ببین انگار مثلا یه آدمه میره و خب تبدیل میشه، یعنی کاربردش رو عوض میکنه. اینجا مثلا انگار یه چند نفری بودن، 2 نفری بودن، رفت اونجا یه نفر شد که انسان نمیتونه باشه دوستان. اون یه موجود ماورایی، متافیزیک. اینجا رو ببینید خیلی عجیبه. به آب دریاچه دقت کنید، اونی که وسط دریاچه قرمز پوشیده وایساده داره وردهایی رو میخونه. نمیدونم یکی از کشورهای آفریقایی هستش فکر کنم. آب دریاچه کاملا خشک میشه. واقعا میدونم که خیلی عجیبه و دور از ذهن، ولی ببینید نظرتون چیه؟ نظرتون رو بگین در رابطه با این ویدیو. ببینید الان اینجا یواشاش آبا کشیده میشه. آب تقریبا از زانو هستش، یه نیم متری میشه، هلوش نیم متر 70 سانت. ببینید آب قشنگ کشیده شد، خشک شد، اومد اندازه کف پا شد. این ویدیو ادیت هم نیستش ها. حالا وایسید الان من میزنم ویدیو رو دورتون میبینید.
قشنگ دیدیم که آب دریاچه خشک شد. دقیقا نمیدونم کدوم کشوره، ولی خیلی عجیبه واقعا، خیلی هم به واقعیت نزدیکه. ببین انگار یه آیین یا رسمی هم بوده، این همه مردم دور هم جمع شدن. اینجا ببینید ویدیو دور تنده، قشنگ جریان آب معلومه که ببینید همه تا زانو داخل آب هستن. این هم قشنگ ورد و حالا میخونه، حالا ورد و اون حرفاشو داره میگه، حالا نمیدونم چجوری، ولی خب بالاخره آب دریاچه رو خشک میکنه. عجیب ترین ویدیویی که من تا به حال دیدم در رابطه با این موضوع، واقعا خیلی حیرت آوره. ویدیو بعدی، انگار این فروشگاه هم تسخیر شده. ببینید این مرده که رفت پشت سرش این چرخه هم حرکت کرد. ببینید رفت مرده که میپیچه سمت چپ، اینم وای میسه یا این. ببینید کارتون افتاد. اینجا در خود به خود باز شد. اینا کارکنان این مجموعه حالا فروشگاه هستن. میره حالا یه چیز میبینه و فرار میکنه. حالا اینجا رو داشته باشه. ببینید یه چند کارتون، یه چند بسته کاغذ دستمالی افتاده بودن. اینجاش دیگه خیلی واقعا انگار افسانه زمون شد، ولی واقعا خیلی عجیبه. به ظاهر الان دیده میشه که محیط تسخیر شده، اتفاقای عجیبی داره رخ میده. خلاصه ای از اتفاقاته. و اینجا ببینید یه توده سیاه مانندی تو صفحه مشاهده میکنید که 2 نفر میرن سمتش و یهو اون سیاهی میره رد پی کارش، رد میشه میره. ببینید خیلی عجیبه. و اینجا اون زنه که داره رد میشه نگاه کنید، انگار کنارش یه دونه روح مانندی راه رفت که بعد وارد کالبدش شد، وارد جسمش شد، یعنی ناپدید شد دیگه، ظاهرا وارد جسمش میشه، کالبدش میشه. دوستان اینم از ویدیوهای ترسناک کوتاه امروز. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین و خیلی ممنونم که حمایت میکنین. و اگر به این سبک از ویدیوهای سبک ژانر وحشت علاقه دارید، کانال ژانر وحشت دنیای واقعی رو سابسکرایب کنید و دمتون گرم که خلاق و پر انرژی باشید. شب و روزتون بخیر.